بیرون نماز جمعه یه عده خانم آقا داشتن علیه بی‌حجابی شعار میدادن و پلاکارد دستشون بود. از اون ور داشتن یه عده دختر بی‌حجاب می اومدن و مطمئن بودم که دعوا میشه بینشون. متاسفانه اینجایی که داشتن فیلم برداری میکردم گوشی رو ازم گرفتن و فیلمایی گرفتنم پاک کردن. عشقا سلام. یه فاز عجیبی گرفتم که این جمعه رو بلنشم برم نماز جمعه ببینم چه خبره. تا حالا تو اون نماز جمعه نرفته بودم. ولی رسه بلنشم رفتم اونجا، ماشین رو در دانشگاه سابق می‌کردم، مدرسان شریف شده بود پارک کردم. میدون انقلاب به سمت دانشگاه رو کلا بسته بودن به خاطر نماز جمعه و ملت پیاده میرفتن به سمت دانشگاه تهران. وضعیت یکم نمیدونم چرا امنیتی طور بودش، کلی مأمور اونجا بود. من اصلا نمیدونم چرا تا حالا نرفته بودم نماز جمعه، نمیدونم طبیعیه یا اینکه بخاطر اینکه هفته ناجا بود اینجوری بود قضیه. همینجوری که جمعیت به سمت دانشگاه تهران میرفت، جلوتر آقایون و خانم‌ها هم جدامون شدن و به سمت در غربی خانم‌ها میرفتن و آقایون به سمت در اصلی میرفت. رفتیم جلوتر، دیم در اصلی هم بسته است و باید یه ذره جلوتر بریم تا یه ورودی که اونجا حراست داشت و میگشتن. از اونجا رد شدیم و رفتیم داخل دانشگاه تهران. بعد از اینکه وارد دانشگاه شدیم و ما رو بازبینی کردن و گشتم، که مناظر باحالی دیدم. نمایشگاه کتاب بودش برگزار کرده بودن، یه سری وسایل بازی به بچه‌ها بود، داشتن بچه‌ها رو سرگرم می‌کردن. پزشک بود، رایگان ویزیت می‌کرد، هلال احمر بود، موکب بود، پذیرایی می‌کرد رایگان از کسایی که اومدن برای نماز. همه چی تکمیل بود و میتونستی یه جمعه رو کامل اونجا بمونی و سرگرم بشی. کفشتو واکس می‌زدن، یه سری وسایل بازی بود که سربازا بیشتر از بچه‌ها مشغول بازی بودن، همه برای خودشون سرگرم بودن. رفتیم داخل، به محض اینکه داشتن فیلم برداری می‌کردن فضای اونجا، نمیدونم چرا چه دلیلی اومدن گوشی منو گرفتن که نباید فیلم برداری کنی. چند فیلمامو پاک کردن، فیلمای خوبی که گرفتم پاک کردن، فقط فیلمای در و دیوار مونده بود. یه مسئله که خیلی من ناراحت می‌کنه که ما شاید اگه هر جای دیگه دنیا بودیم، اینکه یه جمعیتی انقدر وفادار به نظامشونن و هر هفته کلی وقت میذارن میان نماز جمعه حرف مسئولینشون گوش بدن، هر جای دنیا بودیم کلی تبلیغ میکردن و توی رسانه ها پر میکردن. ولی متاسفانه نمیدونم چرا توی مملکت ما همه چی برعکسه، تو رسانه ضعیفیم. به جای اینکه به همه جای دنیا نشون بده که ما همچین اتحادی داریم، تا کسی میخواد از این واقعه فیلم بگیره بعد مقابلش اکشن نشون میدن، نمیذارن این واقعه پخشه، نمیذارن فیلم برداری کنی. میگن نمیدونم مسئله امنیتی. خب همه این کسایی که میان اینجا رو تلویزیون نشون میده، چه کسی امنیتیه؟ این که تو رسانه باختیم امنیتیه تو این چند سال، یا اینکه اون آدمایی که تلویزیون نشون بده رو ما نمیتونیم ازشون فیلم بگیریم؟ اگه انقدر مهمه که دیده نشن، چرا اصلا تو عموم میان؟ چرا خودشون نمیپوشونن؟ چرا یه جوری نمیان که عمومی نشن؟ نماز جمعه رو یه ذره زود رفته بودیم، فعلا پر نشد. ما فکر می‌کنم کلا جمعیت اینقدره. بعد اینکه نماز تمام شد بلند شدم بیرون واگن بود، چه جمعیتی هستش اینجا. این فیلمی که دارید می‌بینید دو تا جمعیت خالیشه که اینجا بود، دقیقاً ازم گوشی رو گرفت. این قسمتی هم که می‌بینید جایی که خطیب میاد و شروع می‌کنه صحبت کردن، من از جوادی سر میترسیدم فیلم بگیرم که وقت دوباره بیان ازم گوشی رو بگیرن و بخواد دردسر بشه. چون من با تیشرت رفته بودم اونجا، اصلا یه ذره تابلو بودم و معلوم بود همه یه نگاه دیگه‌ای بهم دارن و همه مثلا خیلی مثبت و مذهبی طور اومده بودن. یه چیزی که نظرمو خیلی جلب کرد این بودش که رنج سنی کسایی که اومدن نماز خیلی بالا بودش. یعنی تو سن 30 به بالا که هیچ 40 به بالا بودن اکثرا. شاید تک و تو کسی میدید که سن 30 به پایین باشه، اونم مثلا چون روز هفته ناجا بود ناجایا اومده بودن، جسه جوون بودش و اینا همه رنجای سنی خیلی بالا بود. یا نمیدونم برای نظام خوبه یا بده. بعد نکته بعدی این بودش که من خودم اطلاعی نداشتم، ولی ظاهرا حتما باید خطبه‌های کسی که خطیبه رو گوش بدی. 2 رکعت از نماز ظهرت به عنوان خطبه حساب می‌کنه. بعد شما نماز ظهر رو باید 2 رکعت بخونی، دیگه 4 رکعت نیستش. من نماز خوندم، رفتم عقب وضو بگیرم برای نماز خوندن، اونم چه جمعیتی. تازه فهمیدم که نماز جمعه چه جمعیتی میاد، چون جلو بودم نمی‌تونستم برگردم عقب و نگاه کنم. سریع وضو گرفتم، نمازو خوندیم و راهی شدیم به سمت بیرون. راستش اولش امیدی نداشتم که مثلا کلیپ جالبی بشه، تصمیم گرفتم که برم باغ پرندگان سمت خلیج، یهو چیزای جالبی هم اینجا دیدم. رفتیم بیرون، یه سری اطلاعیه پخش می‌کنه، اصلا نفهمیدم این اطلاعیات چیه. ترزه نمیدونم چی بود اصلا، تزره نمیدونم داستانش چوری، سری درباره یه سری کارگر بودش. بعد رفتیم جلوتر دیدیم یه گروه خودجوش دارن شعارهای تند میدن، از مسئولین درخواست دارن که یه فکری به خاطر لایحه حجاب کنن. یه چند نفری بهشون پیوستن و داشتن کارشون رو میکردن، خیلی جالب بود. بعد داده جالب‌تر این بود که دو تا هم که رفتیم جلو در اصلی بود، دیدیم مثلا نماینده‌های مجلس مسئولین اومدن بیرون که خیلی نکته جالبیه
که مثلا مردم یه مکانی هستش که اینقدر راحت بتونن با نماینده‌هاشون و مسئولشون صحبت کنن. فکر کنم تو دنیا هم چیزی اصلا نباشه. یه نکته خیلی مهمتر اینه که بعد از پایان نماز جمعه خیلی راحت با مسئولین میتونین دیدار کنین. شاید خیلیاشون نیان ولی میتونین جلو در ببینیشون، حداقل چند دقیقه باشون صحبت کنین. مثلا فکر کنم این تو دنیا اصلا بی‌نظیر باشه. هیچ کشوری، هیچ جایی، مثلا مثل ایران که انقدر کشور امنیتی، کشور خیلی مهم تو دنیا، اصلا نتونه انقدر راحت و مسئولینش صحبت کنه. من واقعا نمیدونم چرا نمیخوایم یه سری کارهای رسانه‌ای رو یاد بگیریم، نمیخوایم اون کوهن‌های مثبتی که داریم رو به رخ دنیا بکشیم و فقط دوست داریم سیاه‌نمایی کنیم. جلوتر در بحثی که مسئول میومدن بیرون، یه سری خانم تجمع کردن که یه سری پلاکارت دستشون بود درباره حجاب و که باید قانون کنن و خودتون میتونید نوشته‌های رو به این پلاکارت‌ها و کاغذاشون رو ببینید. مردارم هم دعوت میکردن که بیاید توی این جنبش شرکت کنید و پلاکارت‌ها رو دست بگیرید، از مسئولین تقاضا کنید که به لایحه حجاب برسن و این مملکت از این وضعیت بی‌حجابی در بیارن. من خودم واقعا ترسیدم، فکر می‌کردم که این گنده بی‌حجابی اینجا چه بلایی قراره سرش بیاد. چند قدم که رفتم جلوتر دیدم خیلی خانم با حجابای خیلی بازی بدون روسری دارن میام. من فکر می‌کنم الان به اینا برسن حتما یه دعوا میشه، ولی خیلی راحت رد شدن رفتن. بکنم خودشون فقط انتظار دارن که مسئولین یه فکری ولی حجاب کنن، حتی در این حد که تذکرم به اون خانم‌ها بدن، اون دختر خانم‌ها بودن اصلا استعال فعالیت نداشتن. یه نکته آخر این که ما همیشه نمیدونم چرا مسئولین انتظار داریم. شما که خانم آقا دغدغه حجاب داریم، میای پرچم تکون میدی، شعار میدی، ماسک میزنی، نمیدونم بنر درست کنی، حتی نمیخوای روی خودت نشون بدی چون اصلا به کارت اعتقاد نداری، چون میترسی که توی کشوری که میگی اسلامی مزاحمت ایجاد بشه. منتظری که مسئولین یه کار کنن. اگه واقعا اعتقاد داری که بی‌حجابی باید جمع بشه، این حجاب یه حجاب انسانی نیست، این به درد این حجابی نیست که تو جامعه اسلامی باشه، خودت دست به کار شو. دقیقاً اونجایی که بنر دست گرفته بودن چند متر اونورترش، حتی از جلوی این آقایون، این خانوما به راحتی خانمای بی‌حجاب بودن رد شدن با یه حجاب خیلی ناجوری، یعنی حالت نرمال بی‌حجابی هم خارج شدن، ولی هیچی نگو. یه جمعیت چند هزار نفری که نماز جمعه می اومدن، یه روز معمولی، یه نه نماز جمعه خاص که مثلا رهبر باشه، کلی آدم اومده بودن. حالا بگذاریم از این اتفاق مثبتی که میفته واسه نظاممون، ولی نمیدونم چرا همه دیگه تبدیل شدیم به لب و دهن، فقط انتظار داریم که مسئولین یه کاری واسمون کنن، خودمون هیچ کاری انجام نمیدیم. به سمت میدون انقلاب شدیم پیاده رفت، یه سری اتوبوس‌ها وایساده بودن اونجا که معلوم بود که از مساجد به صورت سازماندهی شده اومدن. حالا سازماندهی شده نه اینکه مثلا پولی گرفته باشن، چون پیرمرداشون سخت پیرمردا مساجد سازماندهیشون میگن که راحت‌تر نماز جمعه برسن. ایده ولاگ نماز جمعه به ذهنم رسید که دیدم همه جای دیدنی تهران همه رفتن، بعد اینکه به جای مذهبی زیاد بها داده میشه. خواستم که یه ولاگی هم برای قشر مذهبی و دوست دارم نظام درست کنم. مثلا هدف فعالیتم اینه که روی این راسته فعالیت کنم و بتونم یه آدمی باشم که ولاگ و یه سری جای مذهبی و مراسم‌های مذهبی رو بتونم به همه نشون بدم توی یوتیوب. در آخرم ما به سمت ماشینمون رو تمام دانشگاه سابقمون رفتیم که نزدیک میدون انقلاب بود و متاسفانه الان یه دانشگاه نبوده، شاید نمیدونم چون کیفیتش خیلی پایین بود یا که جای ارتقا دادن، نمیدونم چه مدرکی بوده که ما گرفتیم. خیلی ممنون که کلیپ نماز جمعه رو نگاه کردید. حالا بازم این نظری چیزی دارید به ما بگید که بتونیم یه ولاگ خیلی قشنگی بسازیم از جایی که همه درست نمیکنن.